مهستی بحرینی متولد 1317 در آمل، مترجم، شاعر و استاد دانشگاه است. وی دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران را دارد. بحرینی بیشتر مترجم آثار ادبی فرانسه است. پدر وی که اهل شعر و ادب بود، نام او را به یاد مهستی گنجوی، بانوی شاعر قرن ششم مهستی انتخاب کرد. وی در سال 1350 به فرانسه سفر نمود و پس از آن در ادامه به مدت 4 سال در دانشگاه تونس تدریس کرد و سپس به ایران بازگشت. بحرینی مدتی نیز کتابدار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مسئول بنیاد شاهنامه فردوسی بود. مهستی بحرینی کار ترجمه را در دهه 60 آغاز نمود و به انتخاب خود 1-2 کتاب را ترجمه کرد و به ناشر سپرد، یعنی 2 کتاب زمستان سخت که رمانی سیاسی و طولانی با حال و هوای کمونیستی و سیاست زده از اسماعیل کادر نویسنده آلبانیایی و نیز یک زن نوشته آندلب، هنرپیشه و کارگردان فرانسوی که به زندگی تراژیک یک زن پیکرتراش کامی کلودل که خواهر پل کلودل نیز هست میپردازد. وی تاکنون جزو هیئت داوران چند جشنواره ادبی نیز بوده است.